گلروسی نازنین، من از نام پدرجان عزیز و بزرگوارتان میگویم. دخترم بختم زرم بال و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم. با لبی خندان و چشمی اشکبار، می روی امروز زی درگاه و درم. یاد دارم کودکی یدان زمان، دستی من بگرفته تازان می شدی، لیک از من دور فتادن ناگهان، بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای، در بهشتی عشق دلبر گشته ای. شکر می گویم زی درگاه خدا، قطره از حوض کوثر گشته ای. دخترم صدق و صداقت پیشه کن، عشق با مهر و وفا هم ریشه کن، تا که گردد نهال عمر با بقا، از بد و نیک جهان اندیشه کن. دخترم پندی پدر را یاد کن، با تحمل باش عمر را آباد کن. راضی میمانم زی تو در دو جهان، گر زی تو راضی بمانم همسرم. جان من آباد بادا خانه ات، تکیه بر داماد بادا شانه ات. کرسی بختت می روی جانی پدر، می کنی آباد درگاهی دیگری را می شوی نوری بسر. خوش قدم باش ای جان و جگر. وقتی نیکت هست از چشمت عیان، اشکهایت از پاکیت باشد نشان. می دهم این دم تو را از جان دعا، تا ابد نگهبانت خدا. دخترم بختم زرم بال و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم. بگذار راهی هر دوی شما نوجوان عزیز در زندگی همیشه سفید باشد. زندگی زیبا و آباد و آسایشته نصیب هر دوی شما باشد. سرتان خم، دلتان غم، چشمتان نم را هیچگاه نبیند. عزیزان عزیز، امروز پدر ارجمندمان برای شما تخمینه خانه هم تو برآورده نمی‌تواند. برای مرد از همه چیزی مهم به امانت خیانت نکردن است. امروز پدر گل دختری خودشانه به شما امانت می‌گذارد. باشد که یک دست برای مادر، دستی دیگر برای همسر و پدر باشد، تاجی سر باشد. پدر بزرگوار، از درگاه یزدان پاک دعا میکنیم که سال دیگر بگذار عزیزان عزیز مهمانی خانه شما گردند. رفته ایستند و سال دیگر خوشخبر که میباشد، گویند که پدر صاحبی نبیره شدی، برای گرفتن 3 بچه‌اش آمدن گفته مهمانتان شدم. مبارک باشد. بار دیگر برای پدران ارجمند ما، اکنون عزیزان برایتان داماد نه پسر برایتان مبارک، صاحب پسر شدید. مبارک باشد. پدران ارجمند مرا اگر نزد فرزندان رفتنید.